بنمای رو که باغ و گلستانم آرزوست، بگشای لب که قند فراوانم آرزوست. ای آفتاب حسن برون آدمی زی ابر، کان چهره مشعشع تابانم آرزوست. ای قومی به حج رفته کجایی کجایی، معشوق همین جاست بیایی بیایی. معشوقی تو همسایه و دیوار با دیوار، در بادی سرگشت شما در چی هوایی. علت عاشق ز علتها جداست، عشق استرلاب اسرار خداست. با عرض سلام، درود، ادب و احترام به همه شما بینندگان ارجمندی برنامه تلویزیونی جهان نما. ما امروز با همراهی سرعت جان خوخانف، استاد زبان و ادبیات لیسه رهنما، در سال روزی یکی از شخصیت های مشهور جهان مولانا جلال الدین محمدی بلخی حضور داریم و میخواهیم طی چند دقیقه پیرامون روزگار، فعالیت و آثار این ابرمرد سخن حرف زده باشیم. مولانا در جای میگوید درباره شناخت انسان و درباره بزرگی انسان که ای نسخه نامی الهی که تویی و ای آینه جمالی شاهی که تویی، بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست، در خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی. واقعا آثار مشهوری مولانا که امروز فراتر از مرزها و در سرتاسر جهان امروز شاهکاری های او امثال مثنوی معنوی، فیهی ما فیهی، برگزیده غزلیات شمس، دیوان شمس تبریزی، مجالس سبعه که به زبانهای مشهور و زنده دنیا که ترجمه و نشر گردیده اند از شهرت جهانی مولانا شهادت می دهد و می سزد که درباره مولانا ساعتها حرف زد و اینجا ما می خواهیم که یک چند ویژگی آثار مولانا صحبت داشته باشیم. و حالا سرعت جان می خواستم که یک نظر اجمالی به آثار مولانا می کرده. یگانه میان آثارهای مولانا تنها میتوان همین مثنوی معنوی که عالم شمول است و در جهان نظیر ندارد، به خاطر که محض همین هدف مولانا این انسان سازی است و مثنوی معنوی که در زمینی قرآن تألیف شده است هدف تنها انسان سازی است، یعنی با اخلاق سر و کار میگیرد. محمد حجازی درباره مثنوی معنوی مولانا میگوید که هر کسی که یا که آن شخص که مثنوی معنوی میخواند شاید صوفی و یا فیلسوف نشود، لیکن انسان خوبتر از آنچه که بود خواهد شد. برای همین وقت از آنی که در بلخ تولید شد، مولانا وقتی هنوز خرد بود، بزرگوار وقتی که عرصه میدان وضعیت‌های و سبب‌های عامل‌های گوناگون که به میان آمدن مولانا ضرور دانست که همراه پدرش یعنی مولانای خردک را همراه 400 بستگان هجرت کنند
آنها توسط سفر آخرشان توسط خوارزم به نشاپور رفتن. فریدالدین عطار که عطار نشاپوری که مولانای خردکک را دید و اون بزرگی و آن نور یک چهره در روی مولانا دید که آینده درخشان بودن مولانا درک میداد و گفت که به پدرش گفت که زود باشد که این مولانای خردکک یک آفتاب در عالم سوختگان باشد، یک آتش در سوختگان جهان زند. و همینجا کتاب اسرارنامه‌ش به مولانا تقدیم میکند. نسخه اصل اسرارنامه به مولانای خردکک تحفه میکند، میبخشد. مولانا تا آخر عمر اون اسرارنامه را با خود داشت و بعد از گذشتن پدرش مولانای خردکک، بعد از دنیا رفتن پدرش، از همان اسرارنامه اقتباس میگیرد و با درخواست مریدان دوست داشته پدرش به تألیف مثنوی معنوی از جمله حسام‌الدین چلبی. البته اینجا برخی منقدان به این نظرند که کتاب مثنوی مولانا جلال‌الدین محمدی بلخی یک جوابی هست به اسرارنامه فریدالدین عطار نشاپوری و خیلی در چندین جا هم مولانا اشاره میکند محض سبب تالیف این اثری شاهزوال حسام‌الدین چلبی یکی از مریدان بسیار دوست داشته که بود که مولانا بود که همین کتاب این روز دسترسی وسیع خوانندگان قرار گرفت و آخرین یکی از شرقشناسای فرانسه تاکید کرد که در ادبیات شرق 4 تن هستند که خیلی بزرگان از جمله فردوسی، سعدی، حافظ و مولانا که میگوید شما باید مولانا رو بسیار احتیاط کنید و به نظر شما یعنی احتیاط کردن و احترام گذاشتن به مولانا در جامعه در جهان معاصر که امروز در یک حالت خیلی تغییریابی ما قرار داریم، نقش مولانا را در اصلاح جامعه و در پیشرفت جامعه شما در چی میبینید؟ آیا مولانا نقش در جامعه امروزی ما گذاشته میتواند؟ البته چون در پیشتر قید کردم که خودی همین مثنوی معنوی که یک اثری بسیار بی‌نظیر است، بزرگ است، شاهکار عظیم است، لیکن در روزگار ما تنها برای چی خاطر تا امروز آمد رسید؟ چون که برگرفته از قرآن است. هدف ساختن انسان کامل بودن، پابند نفس نبودن، شناخت خودشناسی ملی. البته وقتی خودشناس میگیم آنها میگویم باید دانیم که چه ها بر فایده ما است و چه ها بر ضرر ما. مولانا انمی جنبه های نازک حیات انسانی در رشته نظم با آوردن داستان ها و حکایت های تمثیلی از زبان قهرمان های داستان، مثلا این چیز وقتی بگیم به زبان یک بیان خیلی زیبا، مولانا توانست که مثنوی تألیف کند، زحمت های خیلی فراوان خطی. زبیلای صفا در با قرون حاله در مورد مولانا اگه بسیار عجیب دارد، میگوید که هر وقت که مولانا در هر عصری که تولد می شود در هم عصران خود چند سال فراتر می رود. یعنی در عصر 21 که ما به سر می بریم روی مولانا با اون اندیشه های والا یعنی همراه ماست و حتی اگر که با آثار بیزوال این شخصیت جهانی نظر کنیم خیلی پیش می رود. از جمله طوری در اول شما اشاره کردید برای مثلا ساختن انسان. ببینید که امروز در مکتب های فلسفی جهانی از جمله بگیریم اگر اگزیستانسیالیسم، دادائیسم، سیوریالیسم و امثال این یا که مگیتسکی ریالیسم و اون که همین اون مکتب های فلسفی که امروز محض به خاطر انسان شناسی و معرفی انسان که فعالیت میبرند و فعالیت میکنند و نیت دارند که همین انسان اون طوری که هست نشان دهد، مولانا الکی در عصر خود این همه را در آثار خود الکی هضم کرده بود. طوری که مثلا ژان پل سارتر یا که آلبر کامیو یا که
فرانس کافکا یا که در همزبانهای خود ما صادق هدایت که اینها وقتی که فشردی آثار اینها را اگر که بگیریم همشون هدفشون معرفی انسان به خود انسان است. انسان باید بدوند که او کیست، چی کار کرد و مولانا هم به همین این سوالها پاسخ میدهد و در مجموع کوشش میکند که انسانی کامل سازد. یعنی شما ببینید که یکی از فیلسوفای مشهور معاصر فریدریخ نیچه وقتی که ابر انسان میسازد الکی این ایده از مولانا بود و با واسطه نیکلسون ما باوری دارم که این شخصیت ها همه آثار بیزوال این مولانا را آموخته بودند که از این اندیشه های بکر استفاده کردند. به نظر شما که استاد درباره مولانا خیلی کارها کردید و به نظر شما شناخت مولانا امروز در جامعه ما در چه سطح قرار دارد و اگر ما به آثار بیزوال مولانا زیاد رجوع کنیم چی منفعت دارد؟ از چی گونه منفعت ها ما برخوردار میگردیم؟ پیش از این گفته های شما یک اندیشه به ذهن من آورد. زینالدین محمود واصفی در گفتاری در کتاب بدایان وقایع خود در گفتار شناخت ابوعلی ابن سینا میگوید که سینا وقتی که خرد بود پدرش از دنیا رفت، در اختیار یک دایه بود. دایه وقتی که در اطراف مدرسه گذر میکرد سینای خردکی که بی زبان توجه میکند به نگاشته های در و دیوار مدرسه، یعنی ذوق میکند. اون دایه مجبور میشود به داخل مدرسه میدراید. در داخل مدرسه در استاد در حلقه مدرسین در حلقه شاگردان درس میگفت که دایه در بغلش طفل می آورد. انما وقتی طفل نزدیکتر آورد معلم مدرس طفل سینای ابوعلی خردکی که به آغوش گرفت و تعریف کرد و آیندی درخشان او را در چهره های او دید و او را خیلی برداشت کرد. شاگردان بودند که در این اثنا خندیدند، پیچینگ به هر چه گفتند. ابوعلی سینای خردکی که در بغل معلم بود، معلم اون خنده های شاگردان فهمید و ناراحت شد و در حالت ناراحتی گفت که شما یک مسئله نادرست مطرح کنید میان خود. آنها مسئله به طور خود میان خود نادرست مطرح کردند. سینای خردکک چهره خود را ترش کرد، مثل آنکه یک لیمون ترش میخرید چهره ترش کرد و بعد از آن گفت انکون همون مسئله که شما به طور نادرست مطرح کردید امروز حاضر عین حال به طور درست میانتان مطرح کنید. وقتی مسئله درست حل کردن مطرح کردن در چهره سینای خردکی که هنوز گپ نمیزند یک تبسم آمد. یعنی این شناخت فریدالدین عطار که در شناخت مولانا گفتیم و این شناخت مدرسی که چهره خردکی که سینای دید و آینده درخشان او را پیشگویی کرد، متاسفانه انمی شناخت. چرا ما نمیگیم که امروز مولانای نمیتوانیم به میدان ادبیات بیاریم، ولی ما انمیگونه شناخته که اون بزرگا همچون عطار مولانا را شناخت، ولی همچون اون مدرس که سینا ابوعلی خردکی که شناخت. متاسفانه اگر ما وظیفه ما در جامعه امروز همین گونه چهره هایی که خردکک هستند که هر گونه قابلیت دارن از همونا ما میتونیم مولانا سازیم، اونها را اول که شناسیم، دریافت کنیم و برای ذوق اونها را وسیع کردن، صیقل کردن با اونها از نزدیک کار کنیم. و همون گپ مشهور مولانا است که برون را منگر و قال را درون را بینگر و حال را، یعنی ما با اندیشه افکار و همون ظرفیت و دانشی نورستان باید جدی توجه کنیم و آینده آنها را الکی از امروز یعنی پایه‌گذاری کنیم. همین طور گفتن شما. وقتی یک دوست مولانا خواهش میکند که بعد از گذشتن پدرش در چنگ زند، آغاز کند دنبال غزل را رها کند و یک قصیده نویسد، یک مثنوی نویسد، ببخشید مثنوی نویسد. وقتی که پیش از آن که خواهش تهیه و تألیف مثنوی در ذهن مولانا آمد، همون زمان دستار را کشید و در اون دستار نینامه قریب که آماده بود، از عبارت از 18 بیت که آماده بود و شروع کرد به نوشتن بیشنوازنه، چون نینامه این آغاز مثنوی مولاناست که اگر همین 6 دفتر مولانا ببینیم هدف یک چیز است:
ساختن انسان کامل با اخلاقهای خوب. و ببینید در تمام دفترها عموما همیشه مقصد مولانا این است که به اصل خود برگردیم. مولانا هم میگد که هر کسی که دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگاری وصل خیش. یعنی این کدوم اصل در نظر دارد مولانا در اینجا به نظر شما؟ اصلی که واقعا اصلی که این یک صنعت، همچون صنعت تلمیح اگر استفاده شده باشد، این همون دوره های بابای آدم که با اشتباه خود از بهشت و همون نیستانی که مولانا میگود جدا شد، یعنی بریده شد، آمد به زمین هندوستان، به دنیای امروز. ولی انسان باید به همون هدف، به همون عالمی علوی برگشتن، باید انسان خوب باشد، اخلاق خوب داشته باشد، یک زندگی شایسته داشته باشد. مقصد خیلی گذشته های مولانا همین خیلی به میدان آمده است، گذشته های تازه داشت، پدرش پاک بود. وظیفه هر یک انسان که از اصل انسانیت دور شد، مقصد وظیفه انسانی چیست؟ قبل از همه احترام همدیگر، دوست داشتن یکدیگر و محبت به همدیگر داشتن، احترام داشتن. هر کسی که اکنون مولانا به اون نظر که هر کسی که میخواهد به اصل خود، به اصالت خود برگردد، باید خود را به اون بازگشتن آماده کند. پیش از همه شکستن نفس، پابند و غلام نفس نبودن. ببینید رودکی بزرگوارم ملک الشعرا هم به همین نظر است که گر بر سر نفس خود امیری مردی. بله. یعنی ببینید هر وقت که انسان پابند نفس میشد، غلام نفس میشد، پابسته به نفس، این آبروی او را از بین میبرد. یعنی او نمیتونه انسان کامل گفت. و حتی شما درست قید کردید که مثلا اگر ما به 6 دفتر مثنوی اگر رجوع کنیم، صرف پر برای شناخت انسان حتی بخشیده شده است. من فکر میکنم که تمام آثار مولانا همین است. حتی در یک دو بیتش میگه که خواهی که همیشه شاد و خرم باشه، هر جا که روی عزیز و محرم باشه، پاکیزه شو و راست بیزی علم آموز، تا تاج سری نبیرگان آدم باشه. البته در این یک صحبتی کوتاه که پیرامون آثار مولانا اینقدر در دنیا کارها شده و در تاجستان عزیزی ما که عالمان زیادی از استاد نادر عادلوف تا کامل جان سید عالموف، تاجدین تاجیبای سلطانی، صبح‌الدین زیایف و استاد حسن سلطانوف و بسیاری ها نفره که کار کردن درباره مولانا، میتوان گفت که امروز یک مکتبی مولوی شناسی در کشوری ما هست. و به نظر شما همچون یک استاد امروز برای باز هم بهتر شناختن مولانا چی کارها را ما باید به انجام رسانیم؟ امروز ببینید در برنامه‌های مکتبی که مولانا رو می‌آموزند جوابگو نیست، به طلبات جوابگو نیست. در آموزش عمومی 2 ساعت یا 3 ساعت یا 4 ساعت برای مولانا، این البته در این 4 ساعت مولانا رو ما شناخته نمیتوانیم. و همین خاطر پیشنهاد داشتم تو بزرگی و در آینه کوچک ننمایی. البته اونی که میگن مولانا از بلخ است، اون مولانا از بخش است، مولانا از دیگر جا هست، هرات افغانستان. اونی که در وجود خودش نگنجید، در قالب خودش نگنجید، در سمرقند و بخارا از کجا گنجد؟ بله. برای همین یک پیشنهاد، یک خواهش بسیار خوب داشتیم، اگر به انابت گرفته شود یک خدمت شایسته برای ملت خواهد بود. در مکتب ها آموزشی مثنوی مولانا یا گلستان سعدی به یک طور الهیده که هر دو اخلاق میسازد، به طور الهیده همچون یک فن الهیده آموزانده شود، این از منفعت خالی نیست. چون که خواننده ها مثلا از روی جدول مثنوی میخوانند، به این واسطه مثنوی را به خانه انتقال میدهند، به مادر انتقال میدهند، به پدر انتقال میدهند و بالاخره جامعه میشد اخلاقی. این پیشنهاد شاید اندیشه های وادار کند که امروز زمان جهان معاصر است، به جای که علم های پیشرفته را خوانند مثنوی را نشاید خواند. البته این اندیشه خطاست، چون که آموزش فنی مثنوی در میدان آموزش هیچ وقت جای خیمیا، جای فیزیک، جای بیولوژی را تنگ نمی کند. بله. همه چی در اون هست. بله. همه چی در اون دیده میشه، همه چی در اون هست. وقتی که اساس علم اخلاق است، چون میگویم که مثنوی مولانا که سروپا اخلاق خوب است، اخلاق است، انسان سازی است.
چرا ما طبیبی نداشته باشیم که چی زیان دارد که طبیبی که ما داشته باشیم که مثنوی را داند یا شاهنامه را خوانده باشد؟ این تنها وظیفه معلم زبان ادبیات نیست، برای همه وظیفه قشری جامعه جامعه. است. بله. زندگی زیباست، چشم باز کن، گردش در کوچه باغی راز کن. البته در این صحبتی که ما کردیم یک شمه، یک قطره از بحر بود برای مولوی شناسی و روزی مولانا گرامی باد و این روز برای همه فارسی زبان دنیا مبارک باشد.